السلام علیکم یار و دوستان محترم هواداری مرغ بزرگ. این زمان قرار داریم در مرغ بزرگ مسجد یکم участка برای شما دوستان از نرخ نوع این مرغ بزرگ دیدن میکنیم. چی خرگوش باشه چی مرغ ایندیوک ببینیم که نرخ نوع در این بزرگ چند سوم است و شما نیست با خبر باشید از نرخ نوع باشون دوستان عزیزمو. اگر ویدیو معقول باشد اگر حتما فکر و اندیشه نیک خود در کامنتاری بگذارید دوستان. من خرگوش زوت فلاندر 300 تومان گوشتم با ارزان میشه دوستان. گوششم این موده یا نه؟ اینو پر بودیم پرش 300 یا یک تک 300 یک دونه 300 اینش نر بوده است اینش موده است. اینش موده است زوتش فلاندر بوده است. یک عددش 300 تومانی با ارزان میشه. چه میخندی؟ اینو مرغای کیه؟ مرغای کیه اینو؟ هستش کارش هست. نمیدونم. میشوخی؟ این خروسه به گفتی مردمی زرفشنه که لامپا 60 تومان 40 تومان دو تا بودن 40 تومان ممکنش 80 تومان بوده. تخمه کنم ممکنه همون گفتی صاحبش تخمه کرده است 80 تومانش خسوده. این چند شده این؟ 60 تومانش کردم 60 تومانش کرده نداسته ده؟ تخمه کرده بوده 60 تومان. خروس چند سال؟ خروس بپیه بیشخی بیا کنه ما گیرم برم. چند شده این خروس؟ 80 تومان سر خروسه. چه سرش نمیتی؟ 80 تومان چندش کنه؟ چندش کرده؟ 60 روزه من دیدم 60 تومان گفته 60 تومان میخواد برم بیارم. من کپکای مستک اخش میپرسن من همین مستک من گمان میکردم که همون کپ که نرشه اکازی کپ که مودب دست نه چانس میشه دیا کپ 100 تومانی بدن هر دوش 100 تومانی 200 تومان خریدارا باشد. اگر رقم تلفن برای تماس با شما 833 49 50 میتونید زنگ زنید از این کپکای خوش‌آواز خریداری کنید. پول بیو نه کجا پول بیو کپک قولی بیو بود است دوستان. این هم نمودی پراده یک ها بیو دیگه فقط آخری فقط شاپ نه از روی تعریف‌های صاحبش فهمیدید 100 تومان گفته یک دانه شد دوستان. میتونه زنگ زنید به همین رقم گفتگی من خریداری کنید. این دوکه کی بودیا؟ 300 نشماش بابا چندی شدیا؟ من این دوکه 300 تومانی گفتم. سوده باید نگیره بود 300 تومانیشون کردم. صاحبش تو اسمی بود 300 تومان. چند؟ 7.5 کیلویی. هر یک دونش 7.5 کیلویی بوده است دوستان. 300 تومان. 7.5 کیلویی ممکنش سبکتر آیا؟ نه به 7.5 نمیبره سال سبکتر. میتونه زنگ زنید خریداری کنید کپ دوستان. نشما؟ نشما؟ چند شه؟ 150 تومان میگم خروسی و فکرم جنگی میتواد از هفته 150 تومان میزن. خلاصه نرخ رو فهمیده در بازار یکم است که همین گونه نرخ هست. این کیه این؟ همین بود این شما؟
زمت گرفتم یه بار دیگه خون یه بار دیگه هیچ ترک چند شده؟ آجی کار بیتیر و چی سبزی؟ سبزی 4 سو پیاز چی؟ پیاز 10 سو 10 سو تر بامته 10 سو تر تیا کارا کارتشک چی؟ کارتشک 4 نیم شلغم 3 کیلو شلغم کجا هست؟ اینو رته بخورد چند پلا؟ 3 کیلو هست نه یو پکیت نمیدونم اون چیز هم ته اسپارت دیگه این کارتشک چند شق آدمار توپ کرده چورنی سومون اگروبه این کجا بوده؟ چی پلدورک ماسچو ای برکی آویده زورت بخور نه 50 سومون چند شده کپوسا جی؟ کی؟ 4 سومون لبلبی سو آردیم اونجا در بازار 250 سومون و چی؟ سبوس 95 سومون سبوس شده دوستو این از نرخ نوو در بازار دوستو این بود دوستو از نرخ نووی بازار اندکی هم نوار کردم بخشش میپرسم کی؟ اصلا آدم ها رو نوار کردگی نیستم تنها یعنی پاهای اولین درجه را با قصر بلند خانه بود باشه